چرا فیفا با رونالدو مشکل داره؟ برگردیم به سال 2013 زمانی که میشل پلاتینی رئیس فیفا رونالدو رو تو برنامه زنده مسخره کرد و سال 2018 توی 44 تا بازی 43 تا گل زد، 12 تا پاس گل داد، قهرمانی چمپیونز لیگو برد، آقای گل اروپا شد، ولی در آخرش توپ طلا رو دادن به کسی که 4 تا گل زده بود و بعدش رسیدیم به اون سوپر گل معروفش به یوونتوس. همه میدونستن که این پوشکاش هم برای رونالدو، رفتن سمت انتخابی که هیچکس قبولش نداشت، همون گل محمد صلاح. و بعد هم تو سال 2023 نیمکت نشینی رونالدو رو به عنوان بهترین لحظات سال نشون دادن و حالا رسیدیم به تلخ‌ترین قسمت، محرومیت رونالدو از جام جهانی 2026. کسی که 20 سال فوتبال رو کشید بالا، کسی که برای خیلی‌ها معنی انگیزه بود و در آخر هم عکس رونالدو رو از پوستر تیم‌های صعود کننده به جام جهانی 2026 حذف کردن. از پوستر حذفش کردید، از تاریخ هم میتونید حذفش کنید؟ از خاطر میلیون‌ها آدمی که با گل‌هاش بزرگ شدن چی؟ از همه کودک‌هایی که شماره 7 رو بهش خون می‌پوشیدن چی؟